فیض آبادی من با اذانی بادی لاکش درختان در نماز در سری موی سفیدم گاهی فیض آبادی من با اذانی بادی لاکش درختان در نماز در سری موی سفیدم گاهی فیض آبادی من خواجه حاتم زیارت گاهی فیض آبادی من. فیض آباد با دانشمندان، عالمان، شخصان عرفانی خود فرق کننده می باشد و یکی از چنین دانشمند، عالم، فیلسوف و شخص عرفانی خواجه حاتم اصم می باشد که مقبرش در ناحیه فیض آباد در دهه سرچشمه جایگیر است و عین حال ما قرار داریم در نزدیکی این مقبره. موضوعهای سیاحی تاریخی از جمله مقبره خواجه حاتم اصم و دیگر موضوعهای سیاحی